دنیای تجارت پر از انسان‌هایی است که راه خود را طی کردند و برخلاف نظر دیگران به موفقیت‌های بزرگ دست یافتند. روبرت کیوساکی یکی از همین تاجران است که خط فکر تازه را به جهان سرمایه‌گذاری و تجارت اضافه کرد. او نویسنده بیش از 26 کتاب در زمینه آموزش مالی شخصی است که حداقل به 25 زبان دنیا، حتی به زبان تاجیکی ترجمه شدند. روبرت کیوساکی اهل کجاست؟ روبرت کیوساکی به اصطلاح دورگه یعنی نیم ژاپنی و آمریکایی است که 8 اپریل سال 1947 در هاوای به دنیا آمد. اونطوری که در معروف ترین کتابش با نام پدری ثروتمند پدری فقیر عنوان کرده است، پدری خودش رالف کیوساکی عنوان دکتری داشت و فرد دانشگاه یعنی آموزگار بود که در دانشگاه فعالیت میکرد. چرا روبرت کیوساکی معروف شد؟ اوج شهرت کیوساکی از زمان شروع شد که آموزش‌های مالی را آغاز کرد. خط تفکر و جریانی که از پدری ثروتمندش به ارث برده بود با تجربه‌های شخصیش از تجارت ترکیب شد و زمینه ایجاد شهرت جهانی را برای او فراهم کرد. سال 1974 همچنان که هنوز کارمند شرکت زیراکس بود، اولین شرکت خود را تأسیس داد. او اکنون بیش از 1000 واحد آپارتمان دارد که به گفته خودش جریان درآمد از این آپارتمان ها به بیش از $1,000,000 در راه می رسد. روبرت به آن شرکت بسنده نکرد و به جای پسندازی پولش در بانک ها شرکت های دیگری براه انداخت. اولین کتاب روبرت کیوساکی نامش اگر می‌خواهید ثروتمند شوید به مکتب نروید بود. در سال 1992 منتشر شد. چند سال بعد او شرکت تکنولوژی کشفلو تکنولوژیز را تأسیس کرد که یک شرکت آموزشی تجارتی و اصول مالی بود. در همین سالها کتاب‌های بیشتری از کیوساکی منتشر شدند که زمینه شهرت بیشتری را برای او فراهم کردند و در نهایت کیوساکی سال 1996 زمانی که تنها 47 سال سن داشت خودش را از فعالیت‌های تجارتی بازنشسته کرد، چون دیگر نیازی نداشت که برای درآمد معاش دست به کار شود و در سال 1997 کتابی مشهور او پدری ثروتمند و پدری فقیر منتشر گردید و حتی با این نام یک شرکت هم تأسیس داد که به آموزش تجارت و سرمایه گذاری در 7 کشور جهان مشغول است. سال 1985 روبرت کیوساکی میگوید روزگاری بیخانمان و شرایط سخت مالی را پس سر کردم. بعد از 2 هفته بیخانمانی یکی از دوستانشان آنها را در زیرزمین خانه‌اش ساکن کرد. همسر کیوساکی میگوید در آن زمان نداشتن درآمد بزرگترین نگرانی ما بود. در نهایت تصمیم گرفتیم کاری را شروع کنیم. روبرت آموزشی برخی از دوره‌های آموزش را آغاز کرد. من هم در خط تولید لباس که از دوستانم به عنوان بازاریاب مشغول به کار شدم. در تمام آن مدت از نگاه یک کارآفرین به ماجرا نگاه می‌کردم و این به من کمک کرد تا فن نوی را آموزم و رو آوردیم با تأسیس مرکز کیوساکی همراه شوهرم میگوید. و کتاب پدری ثروتمند پدری فقیر پرفروشترین کتاب مالی شخصی گردید که خاموشی های آمازون که را میگن شکست و بیش از 80 زبان زنده دنیا ترجمه گردید. مردم بعد از خواندن کتاب پدری ثروتمند پدری فقیر به این سوال میرسند که شخصیت واقعی پدری ثروتمند چه کسی است؟ در حقیقت روبرت کیوساکی تا مدت‌ها سخن در رابطه با هویت واقعی پدری ثروتمند به هیچ کس سخن نگفته بود. تنها در مصاحبه رادیویی در زادگاهش آن هم در مقابل پسری پدری ثروتمند ارائه کرد که شخصیت اصلی کتابش فردی واقعی با نام ریچارد واسمن کیمی می باشد. ریچارد کیمی در سالهای 1950 هنگامی که تنها 29 سال داشت میدید گردشگران خارجی ثروتمند با هواپیماها و کشتی‌های بزرگ برای گردش به تفریح به هاوای میآیند، اما چون مکانی مناسب برای اقدامشان وجود ندارد خیلی زود برمیگردند و پولهایشان را هم با خود میبرند. او تصمیم گرفت با بنیاد یک هتل کوچک اما بسیار کمفورت کاری کند تا این گردشگران
مدتی بیشتری در هوای بمانند. طول نکشید که کسب و کار او به علت ارائه خدمات درجه 1 در بین گردشگران بسیار معروف شد. پسر و دوستی رابرت کیوساکی در مورد پدرش میگوید او مردی آینده نگر بود. هرگاه برای جلسه ها به دور هم جمع می شدیم می گفت برنامه هایی که از آنها حرف می زنید تنها هدف های 3 ماهه یا حدی اکثر 6 ماهه هستند. من به اینها علاقه ندارم. فقط به من بگویید ایده که در سرتان می گذرد تا 10 سال آینده هم دوام خواهد داشت یا نه. در واقع رابرت کیوساکی یکی از شاگردان کیمی بود. رابرت در مصاحبه بیان کرد که شخصیت پدری ثروتمند تنها از کیمی گرفته نشده و این شخصیت ترکیب از کیمی، فولر، تجربه‌های خودم و چند نویسنده و فیلسوف دیگر است. رابرت کیوساکی میگوید هر چقدر بیشتر فکر کنید که پول واقعی است، سخت‌تر برای به دست آوردنش کار میکنید. اگر متوجه شوید که پول واقعی نیست، زودتر ثروتمند میشوید. پس فراموش نکنید پول واقعی نیست. آموزش اختصاصی پول از طریق بازی بهترین فکری بود که به ذهن رابرت کیوساکی رسید. در واقع از یک جای به بعد آموزش‌های پولی تنها به تمرین بیشتر نیاز دارند و چه چیز بهتر از یک بازی میتواند به کار انجام دهد. بازی که کیوساکی آن را معرفی کرد واش فلو نام داشت. در حقیقت بزرگترین تفاوت افراد ثروتمند و فقیر در افکار متفاوتشان مشاهده می شود. وقتی یک ثروتمند برای آموزش خود خزینه می کند، در نگاه یک فرد فقیر فقط پولش را به هدر داده است. شاید به همین علت ما بهای دوره‌های آموزشی را زیاد و غیر انصافانه می دانیم. چون فکر نمی کنیم که از طریق آموزش می توان ثروتمند شد. باوری داریم که از این برای خود چیز گرفته باشید، موفق باشید.